این هم داستان حضرت ذوالکفل علیه السلام. قصه مردی که هرگز خشم نگرفت. در روزگاری دور، در سرزمینی پر از غوغا و بی‌عدالتی، مردی زندگی می‌کرد که نامش ذوالکفل بود. او نه پادشاه بود، نه جنگجو، اما دلش از جنس نور بود و عهدی بزرگ با خدا بسته بود. که روزها را روزه بگیرد، شبها را بیدار بماند برای عبادت و هرگز خشم نگیرد، مگر برای حق. مردم شهر ابتدا او را جدی نمی‌گرفتند. مگر می‌شود انسانی همیشه آرام باشد. اما ذوالکفل با لبخندی ملایم و نگاهی پر از مهر، هر روز به عهدش وفادار می‌ماند. روزی شیطان که از صبر او به سطوح آمده بود، تصمیم گرفت او را بیازماید. در لباس مردی مظلوم به خانه‌اش رفت و شکایت کرد از ظلمی که دیده. ذوالکفل با دقت گوش داد، دل سوزی کرد و وعده رسیدگی داد. روز بعد همان مرد باز آمد با داستانی دیگر. و باز هم روز بعد. تا اون که در سحرگاه، در لحظه‌ای که ذوالکفل خسته بود، شیطان کوبید بر در خانه‌اش. اما حتی در آن لحظه، ذوالکفل خشم نگرفت. با آرامش گفت: اگر راست میگویی، فردا نزد قاضی بیا. اگر نه، این در را دیگر نکوب. و شیطان شکست خورده و شرمنده ناپدید شد. خداوند در قرآن نام ذوالکفل را در کنار پیامبرانی چون اسماعیل و علیس آورد و فرمود: و اذکر اسماعیل و الیسع و ذا الکفل و کل من الاخیار. سوره س آیه 48. اگر دوست دارید بیشتر بدونید کامنت بذارید، ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره تا ویدیویی بعدی. بدرود.